من گپم گفتم یا من یا چتم یا چتم. رجب علی ایبرانی. گوشکا من هیچ وقت ای مادرم رو نمیگردونم. من کوری نمک نیستم. اگر یک نولا نانم خوردگی باشم من قدر نان نمک میدونم که مادری من 20 سال مرا تربیت کرده. میفهمی؟ میگن که روزگی والدین این روزگی خداوند ای. من هم نمیخوام که پروردگاری من ای من راضی باشه یا اینکه مادری من ای من راضی باشه. میفهمی؟ من زندگی من پراکنده کردنی نیستم. نه که اگر ایامی زندگی تو ناشکری کنی ایامی زندگی ناراضی باشی مرحمت چهار طرفت قبله برآمده برا نیکی دائم در سر جای نماز دعا که خداوند آینده که فرزندارت کرد فرزندت به مثل خودت نشود که ترام در دم پیری بیرون ایدر میکنن. میفهمی؟ بیرون ایدر